خب مثلا اون نگاه کنید، آرش 6 روز و حسن 8 روز توی جا کار کردن، جمعاً 240,000 تومان گرفتن. سهم هر کدوم چقدره؟ یه جدول میکشیم به این صورت. اول نرسیم آرش، بعد حسن، بعد اینجا مجموع هر دوتا. حالا آرش چند روز کار کرده؟ 6 روز. حسن 8 روز. جمعاً چقدر کار کردن؟ 14 روز. جمع دوتا 6 به اضافه 8 14. در کل چقدر پول گرفتن؟ 240,000 تومان. مجموع 240,000 تومان. حالا این دوتا را به دست بیارید. چجوری به دست میاریم؟ از روی این در چه ضرب شده؟ این هم در همون ضرب میشه، این هم در همون ضرب میشه.